انفجار بندر شهید رجایی تا الان 6000 میلیارد به اقتصاد ایران ضربه وارد کرد. این بندر که بیشتر از یک شبانه روز تو شعله آتش سوخت و نابود شد، در واقع بزرگترین بندر تجاری ایران و دومین بندر تجاری دریایی خاورمیانه است. بندر شهید رجایی بندرعباس نبض اقتصاد ایران و فعالیتش اونقدر حیاتیه که هر روز تعطیل شدنش حدود 25 میلیون دلار یا 2000 میلیارد تومان به اقتصاد ایران ضربه وارد میکنه. این بندر به قدری بزرگ و عظمت داره که یه محوطه 2400 هکتاری به همراه 30 جرثقیل غول‌پیکر، 40 اسکله برای پهلو گرفتن کشتی‌ها و 30 اسکله برای بارگیری نفتی داخلش قرار گرفته که تو هر شبانه روز بیشتر از 50 تا کشتی غول‌آسا اینجا پهلو میگیرن و بیشتر از 1000 تا کانتینر تو هر ساعت جابجا میشن. سالانه 8.5 میلیون کانتینر از 21 خط کشتیرانی جهان به این اسکله ختم میشه و حدود 100 میلیون تن کالا در سال جابجا میشه. با کشورهای زیادی مثل روسیه، عراق، افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و هندوستان ارتباط تجاری داره و بهشون سود میرسونه. اما افسوس که این همه قدرت و عظمت جلوی چشممون سوخت و از بین رفت. باز هم تسلیت میگیم به هموطنان بندرعباسیمون و امیدواریم بلا از همه مردم ایران دور باشه.